اگر ما میخوایم که افغانستان ساخته شود، ما باید اقتصاد افغانستان افغانیزه بسازیم توسط کادر افغانستان، بودجه افغانستان و بازوی افغانستان. این کشور در قطار کشورهای پیشرفته دنیا قرار دارد. مدت 2 سال میشه که من در انکشاف ملی در بخش سرمیخانیک قطعات پیشساخت کار میکنم و از این خوش و راضی هستم که به از این طریق به وطن خود نظر خدمت میشم. موږ د انکشاف ملی شرکت څخه ریاست څخه ډیر خوشاله یو، په دې خاطر چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړې ده او د خپل وطن د پاره د کار کولو خدمت کولو د پاره زمینه مساعده کړې ده چې موږ خپل وطن ته خدمت وکړو او دلته کار وکړو. حضار محترم، واقعا این جای نهایت خوشحالی است که امروز ملت افغانستان یک بار دیگر می تواند اشیای فلزی و اشیایی که برای تولید زراعت و صنعت به کار برده می شود یک بار دیگر در اینجا در وطن خود تولید می کند و برای دهقانان عزیز، برای صنعتکاران، برای کسانی که زراعت پیشه هستند ارائه می کند. این همه برای همه ملت افغانستان این واقعا جای افتخار و جای نهایت خوشحالی است. انشاءالله با واسطه تولید اشیای فلزی و همچنان ماشینالاتی که برای انکشاف زراعت و برای تقویت زراعت و صنعت به کار برده می شود در داخل افغانستان از این بعد انشاءالله تولید خواهد شد و برای دهقانان عزیز، برای صنعتکاران، برای کسانی که زراعت پیشه هستند به قیمت مناسب و به کیفیت خوب انشاءالله ارائه خواهد شد. با واسطه از این انشاءالله زراعت افغانستان، صنعت افغانستان ترقی خواهد کرد و همچنان محتاجی ملت افغانستان برای واردات این اشیا از بیرون انشاءالله به شکل تدریجی به صفر خواهد رسید. تا حال تمرکز به این بود که هم شرکت‌های اماراتی و هم سکتور خصوصی در بخش‌های دیگر باید تولیدات داشته باشند. انشاءالله یک گامی است که شرکت انکشاف ملی در این پیش قدم شده است. وسایلی را تولید کرده می شود که با واسطه از این زراعت ما و شما ترقی می کند، صنعت ما و شما انشاءالله ترقی می کند. برایتان معلوم است که تخمینا 70% اقتصاد افغانستان متکی به زراعت است. مردم افغانستان به مالداری و زراعت پیشه هستند. انشاءالله این وسایل در داخل خود افغانستان به قیمت مناسب و به کیفیت خوب انشاءالله برای صنعتکاران ما، برای زراعت پیشه های ما انشاءالله ارائه خواهد شد. این یک گام مهم برای ترقی وطن عزیز ما و کم شدن اتکای ملت افغانستان به مارکت های بیرونی است. ما زیادتر وقت شما را نمیگیرم. این گام مهم را برای مسئولین شرکت انکشاف ملی، برای ریاست عمومی شرکت های اماراتی و به ملت افغانستان باعث یک افتخار و پیشرفت میدانم. انشاءالله امارت اسلامی افغانستان، سکتور خصوصی و همچنان همه شرکت های اماراتی را در عرصه های مختلف انشاءالله حمایت خواهد کرد. ما کوشش میکنیم تا اینکه با واسطه تولیدات شرکت های اماراتی و همچنان تقویت سکتور خصوصی برای جوانان عزیز کاریابی و اشتغالزایی صورت بگیرد و از جانب دیگر اتکای مردم افغانستان به مارکت های بیرونی به حد اقل برسد و یا به صفر برسد و همچنان انشاءالله اقتصاد افغانستان با واسطه این گام ها رو به جلو خواهد رفت. ما امیدوار هستیم انشاءالله یک روزی خواهد رسید که ملت افغانستان از حوایج هایی که امروز روبرو هست،
از او انشاءالله غنی خواهد شد. از آن جمله یکی هم مسئله مهاجرین است. از شرکت‌های اماراتی و از سکتور خصوصی خواهش مایی است که کوشش بکنند مخصوصا برای همه جوانها، به ویژه کسایی که جوانایی که از مهاجرت برمیگردند برای آنها حق اولیت بدهند، کوشش کنند برای آنها اشتغالزایی و کاریابی صورت بگیرد. اساس د انکشاف د یو ملک هغه صنعت ده. که موږ زراعت هم صنعت ته رااړوو قیمت اضافه کیږي، که معدن هم موږ صنعت ته رااړوو قیمت اضافه کیږي، که انرژي هم صنعت ته اړوو قیمت اضافه کیږي. فلهذا دا فابریکه به د افغانستان په انکشاف او د افغانستان په اقتصاد کې ډیره بارزه او اساسي رول ولوبوي ترڅو د افغانستان دپاره او د افغانستان د خلکو دپاره په خپل ځان باندې د اعتماد روحیه را ژوندۍ کړي او موږ وشو کولی واقعي صنعت او واقعي تولید ته لاړ شو. ملي پراختیا شرکت د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې دپاره په 9 اساسي برنامو کار کوي: زراعت، صنعت، انرژي. نو انشاءالله په دغه 8 یا 9 سکتورو کې په ټولو کې تلاش دا ده چې وشو کولی، یعنی دا اولویت هم ده، وشو کولی د افغانستان په اقتصاد کې یو کلي تغییر راولو. موتر که از توسط برق میگرده با دارایش 5 دانه بطری می باشه و بالای در سقفش 1 دانه سولر می داشته باشه که اگر در رفتار باز میتونه که از سولر ازی دوباره چارج کنه و این دارای 12 نفر سرنشین انتقال میکنه. با یک چارج حداقل 80 کیلومتر را طی میکنه، 80 کیلومتر فاصله را. و در چقدر وقت میشه که چارج شود؟ این گشته دوباره که در چارج بانیم باید از 5 ساعت الا 6 ساعت چارج شود. جنراتور داره به خاطری که مثلا در یگان جای مسیری دور میری چارجش خلاص میشه یا کدام مشکل دیگه پیدا میشه، باز از جنراتورش استفاده کنه. اسم حسیب الله بارگزای، سرپرست شرکت امین نور در مزار شریف. مرکز به شما شرکت چیزایی که امین نور چه چیزا تولید دارید؟ شرکت امین نور ابتدا 8 سال پیش در تولید موتر آغاز فعالیت کردن که تقریبا 13 نوع موتر که از موترهایی که راکبینش 12 نفر است و همچنان پایین‌ترینش که رکشاهایی است که 300 کیلو وزن با خود انتقال میده، البته به شکل برقی و پترولی آماده ساخته. ما براتون قبلا هم گفتم که موترهای ما در اینجا ما 13 نوع موتر تولید میکنیم، موتر و رکشا که یک نوعش به نوع اوپن است که همی به خاطر میادین هوایی، پارک‌های تفریحی و همچنان فروشگاه‌های بزرگ از همی استفاده میکنن. همی را آماده ساختیم که همی به شکل برقی است و هم به شکل پترول، در صورتی که چارجش به اتمام میرسه با توسط یک جنراتور مخصوص است که توسط از او میشه فعالیت کنه و برقش دوباره پس چارج میشه، هیچ کدام مشکل فعلا نداره. خودش نه خیر ساکت انداخته میشه، چارج میشه. بله. چقدر موتر چارج میشه؟ از 50 کیلومتر تا 80 کیلومتر در یک چارج میره. یک چارج. بله. و وقتی که برق مصرف میشه از 30 تا 20 از 25 الی 50 روپیه برق مصرف میشه با چارج مجددش. بعد چند ساعت پر میشه که کیلومترش؟ از 1 الی 2 ساعت. 1 الی 2 ساعت. بله. 50 کیلومتر میره. بله. اگر بی ام اس داشته باشن، کسایی که استفاده میکنه بی ام اس داشته باشن، بسیار وقت کم میگیرن. باز موترایی که خود قبلا خود میساختین شرکت‌ها ما دیده بودم در راه حیرتان. بله. باز اونها فروشات چه قسم بود؟
امی کلش مکمل به یک نوع است که از گفتم از 11 نفری گرفته تا به 3 نفری به خاطر راکب جور شده که اونا کلگیش همونجا استفاده میشه. شما اینجا تصاویرش میبینین. مکمل رکشاها ما و همچنان موترهایی است که پترول است و 1 تن بار میبره. اینا کلش مکمل به این شکل استفاده میشن. موفق باشید. تشکر. سلامت باشید. ما گفتنی دیگه نداریم. به هموطنهای خود و به دولت مردای خود همین گفتنی را داریم که در چیزایی که در افغانستان تولید میشه از وارداتش از خارج قطع کنن و مالیه را سرش بلند وضع کنن و تعرفه گمرکی را بلند ببرن و همچنان در ارتباط هموطنای ما میگم که باید از تولیدات وطن استفاده کنن. هم اقتصاد کشور بلند میره و هم تعداد از هموطنای ما جوانای ما که فعلا نیروی کاریش کلش در خارج از کشور به مصرف میرسه، در داخل وطن ما به مصرف میرسه. اگر فروشات ما به حد برسه که یعنی ما به خودکفایی برسیم، ما برتان اطمینان میتم که حالا فعلا ما 130 تا 132 نفر ما استخدام کردیم مستقیم و 300 نفر غیر مستقیم همراه ما کار میکنن. ما این اطمینان میتم بدارتان که با همین تولیداتی که فعلی داریم با همین ما 500 نفر استخدام میکنیم و با تعداد 1000 نفر هم غیر مستقیم که ما ممکن از اضافتر از 1000 نفر همراه ما کار کنن. دیگه از هموطنای ما همین تقاضا را دارم که از تولید وطن استفاده کنن. سلام علیکم محترم. علیکم السلام. خوب است؟ خوب است؟ خیر خیرت. شکر الحمدلله. میشه که خودتان معرفی بکنید؟ سمیع الله هستم، یکی از کارمندای شرکت امین نور هستم که شرکت ما در مزار موقعیت داره. به خاطر رشد وطن ما موتر میسازیم، بطری میسازیم، بعضی چودن‌ها کلی چودن جور میکنیم. خیلی خوب. این موتر که فعلا ما ششتیم این موتر ساخت افغانستان است؟ بله های ساخت افغانستان است، در مزار جور میشه. این موترهای برقی است. موترهای برقی. این 5-6 رقم جور شده. زرنج هم داره، موتر خرد هم داره، کلان هم داره. خیلی خوب. این فابریکش در مزار گفته؟ بله ها در مزار است. تولید چه قسم است؟ روزانه چقدر تولید میکنید؟ مردم فروشات دارن، مردم میخرن، چه قسم است؟ فعلا خود فروشات نداریم، ما دیگه نه تولید شده دیگه. ببینیم بعد از نمایشگاه دیگه و هر رقم کار می بر پارکا، بر شفاخانه، بر وزارتخانه، بر ریاست جمهوری جهت از پیش مزیات گرفته بودن. فروشات در خودش خریدن، چند نانه در ولایت‌ها گرفتن. در ولایت‌ها گرفتن. و باز تولید رکشایتان چه قسم است؟ رکشان زرنج وام خوب است، وام برقام است، تلیام است، برقم بدری میخورن. برقی هم دارین نه؟ بله برقی هم است، جنراتور هم داریم. اینجا دیگه فعلا نمی زرنجای چینایی که زیاد میرن از مردم میخرن، چرا که مردم زیاد بار میکنن. بله بله. دیگه از ما خاطر هم از ما را دیگه قدر فروشات نکردن. فروشات نکردن. این شرکت دولتی است یا نه شخصی؟ شخصی. بله. بسیار تشکر. تشکر از خودتان. دوستان عزیز، قسمی که در تصویر می‌بینید این موتر ساخت افغانستان است. ببینید بچه خاله چطور؟ موتر خوشت آمد؟ ها؟ که چالان کو یک ببینیم. چالان نمیشه. یک موتره که خیلی خوبش بوده. از صاحب ترانسپورت شهری نمیشه استفاده کردی را؟ استفاده میشه. چون که خیلی چالان هم میشه. چالان هم میشه. کلان هم بوده نه یک در داخل شهر از این ترانسپورت استفاده. بله بله چالان میشه فعلا. یا هم چالان میشه هم خودش فعال است. خیلی خوب والله.
مقبولک بود شیپش؟ آنه فعال است پیش. شیپش هم خیلی مقبول بوده میگم نه؟ از یاد که مقبول درش انشالله جور کردیم. انشالله. باز این رکشه‌هایتان خیلی خرد نیستن؟ یا خوب است به خاطر از یا اشغالی هم چیزاست. خب به خاطر اشغالی استفاده کردم خردتر. قیمت این چه قیمت بود؟ $8,500 است. $8,500. اشغالی استفاده کردم خردتر. قیمت این چه قیمت بود؟ $8,500 $2,750. باز کلانای خردای چه قسم است؟ خردش دیگه 1200 هم است، 1800 هم است، 2200 هم است. خب ارزان بوده اونم خیلی خیلی فرق داره. درست. تشکر سلامت باشید. ایوالله. Thank you.